یه اتفاق عجیبی برای من توی باشگاه افتاد. اتفاق مال تقریباً کم زد افتادم مثلا مال یه ماه پیش این دستگاه داشتم می‌زدم، بعد دستگاه برای پا بود. خب برای یه وزنه روش بود و من خب حالا وزن برای من تو پا میتونستم این وزنه رو بزنم، ولی برای دست یکم برای من سنگین بود. خب بعد من دستگاه رو زدم آخر تایم باشگاه بود. بعد حالا اینو عجله داشتم دستگاه شدم باشگاه رو تعطیل میشه، بلند شدم و این دستگاه برام سنگین بود. این وزنه رو ببین وزنه دستگاه بود، سنگین بود، نتونستم باید بلندش کنم. داشتم میرفتم داخل رختکن، حست روشم بود، دیدم یک اسباش داره میزنه بهم. بعد مثلا استاپ کردم موزیک. یکی از کارکنای باشگاه بود که اون روز مثلا بعد میساد گفت میتونی بری اون وزنه رو که بر نداشتی بذاری سر جاش. بعد من خب بعد باشگاه خب به هر حال خسته است، من یه 2 ساعت باشگاه بودم تقریبا، خسته بودم. حالا تو اون حالت مثلا یکم خودم تنش بودم، گفتم که نه نمیتونم، من مؤدب گفتم نمیتونم به خاطر اینکه برام سنگینه. بعد انتظار داشتم دیگه بیخیالش بره دیگه. بعد ول نمی‌کرد، میگفت دلیل نمی‌بینم که بخوام حالا به این جواب پس بدم. و وقتی مستقیما گفتم نمیتونم و نباید من مجبور بکنه به کاری که گفتم نمیتونم، دیگه جوابشو ندادم، ول کردم و رفتم داخل رختکن خانوما. بعد این آدم پشت من وارد شد، درو باز کرد، پشت من اومد. من واقعا ترسیده بودم، میدونی یعنی تا وسطای رختکن آدم پشت من اومد، من حتی برنمیگشتم نگاه کنم، یعنی اصلا جواب میدم نه، حتی برنمیگشتم میرفتم. در حالی که خارج شد. خب بعد من خب دیگه مثلا وسیله‌مو جمع کردم و رفتم. من چون احتمال میدادم این آدم به خاطر اینکه میگم بیش از اینها یکم واقعا مونده بودم این آخه چه برخوردیه، باشگاهی که به هر حال ما هزینه دادیم و وقتی طرف مقابل داره میگه نمیتونم از توان جسمی من خارجه، یه فردی که داره اونجا مثلا خیر سرش مربیه و اصلا نباید یک فرد رو وقتی طرف میگه از توان خارجه تو مثلا آسیب ببینن، وقتی میگم نمیتونم و از قرب دستگاه بوده. و منم به این فکر کنم خودش روز بعدی داشت می‌خواست سر من خالی کنه، میدونی کسی پیدا نکرد. آخری تایم من بود، گفت اوکی بذار سر یه دختر خالی بکنم. من خارج شدم ولی واقعا ترس و دلم موند، یعنی واقعا یه احساس ترسی کردم. بعد شبش من دیگه خوابیدم، حالا با خانواده زنگ زدم، صحبت کردم راجع به این موضوع، به چند تا دوستان گفتم و مثلا خب دیگه همه مثلا تعجب کردن که این چه برخوردی بوده. صبحش من بیدار شدم، به خودم فکر کردم، گفتم واقعا این طرز برخورد و اینجوری میدونی اینتیمیدیتینگ، یعنی حالت تهدیدآمیز رفتارش با من بود و خب خیلی بعده که یه حالا اگه یه خانم بود با من صحبت می‌کرد و میگفت منم خانم بودم، خب دو طرف خانومم، میدونی. ولی اینکه یه مرد بیاد به یه خانم، اونم ساعت‌های تقریبا پایانی باشگاه ساعت 10 شب، اینجوری حالت زورگویی داشت ایجاد می‌شد نظر من و رفتار درستی سر اینکه مثلا این آدم واقعا همچین برخوردی واقعا نداشت. رفتم توی سایتشون ریویو گذاشتم و قضیه رو توضیح دادم، حتی اسم مرد هم ننوشتم، میدونی دیگه نمی‌خواستم مثلا نذاشتم که آقایی که دیروز بود همچین برخوردی با من کرد و واقعا من احساس عدم امنیت در باشگاه داشتم و اینکه من به هر حال باشگاه هزینه دادم و این باشگاه رو دوست دارم و مثلا می‌خوام بیام ورزش کنم، نیومدم اونجا که نفر منو دنبال کنه و همینجوری من پشت سر من تو باشگاه را بیاد، میدونی اونم از طرف یک آدمی که خودش مسئول خودش کار کنه اونجاست و مثلا کاملا کام پروفشنال هست و یه رفتار حرفه‌ای کاری. گفتم اوکی ما رسیدگی می‌کنیم و مثلا معذرت می‌خوام به خاطر این برخورد. دیدم که تا اومدن تو قسمت رختکن دوربین گذاشتن. خب بعد من فکر می‌کنم به خاطر حرفای من بوده، چون من گفتم کار خوبی کردم برای امنیت خانم‌ها. خلاصه همین می‌خوام بگم که مواظب باشین و من شنیده بودم که تو باشگاه حالا بعضی موقع مزاحمت پیش میاد، ولی فکر نمی‌کردم از خود کارکنان باشگاه مزاحمت پیش بیاد.